السلام علیکم و رحمت الله. امروز هم به ادامه درس‌های گذشته علامت‌ها را می‌خوانیم. علامت امروز ما علامت قاف است. قاف در عربی به معنی قیل علیه وقف. این علامت به مانند علامت صاد، لام یا اگر وصل بخوانیم بهتر است. حتی در بعضی جاها نوشته شده ما نباید وقف کنیم. در علامت قاف باید وصل بخوانیم. به طور مثال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. متوجه شدیم بعد حرف ربهم علامت قاف است و ما هم وصل خواندم. علامت بعدی علامت جیم است. در علامت جیم ما اجازه داریم وصل کنیم، اما اگر وقف کنیم بهتر است. در سوره بقره آیت 8 میخوانیم یخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. شما متوجه شدید که ما در علامت جیم وقف کردم و می توانیم وصل هم بخوانیم، مگرم بهتر است وقف کنیم. و در آخر آیت هم حرف تو آمده، وقف مطلق. علامت بعدی علامت صاد است، به معنی وقف رخصت. به این دلیل برایش وقف رخصت میگوییم 90% بهتر از وصل خوانده شود، اما 10% به دلیل اینکه نفس ما کوتاهی میکند اجازه داریم وقف کنیم. به طور مثال آیت 2 سوره کهف فلا تماری فیهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتی فیهم منهم احد. ما متوجه شدیم بعد کلمه ظاهرا یا هم ظاهرا علامت صاد آمده به معنی وقف رخصت، یعنی ما باید وصل بخوانیم، 10% می توانیم وقف کنیم. به دلیل که نفس ما کوتاهی کرد اجازه داریم. علامت بعدی که اجازه نداریم اصلا در آن وقف انجام بدهیم علامت لا است. لا به معنی نخیر. در هر جایی که شما علامت لا را متوجه می شوید نباید وقف صورت بگیرد. علامت لا هم در دو قسمت می آید. بعضی جاها است که در وسط آیت آمده است که در آنجا 100% وصل کرده بخوانیم، اما بعضی جاها است که در آخر آیت آمده که اختلاف نظر است. بعضی ها میگه باید وقف شود و بعضی ها میگه باید وصل خوانده شود. و حالا ما براتون به هر دو طریقه مثال میدهم. آیت 35 سوره رحمان آمده يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. کلمه نار و علامت لا آمده که نباید وقف کنیم. به همین طور سوره زلزال را که میخوانیم در آخر آیت ها متوجه میشویم که علامت لا آمده، یعنی هم میتونیم وقف انجام بدهیم هم وصل خوانده میتونیم. به طور مثال وقتی که میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. هم می توانیم وقف کنیم در آیت ها، هر آیت را جدا جدا بخوانیم. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. علامت بعدی علامت قف یا استاپ. علامت قف به عربی معنای توقف. در هر جای این علامت شما متوجه شدید باید توقف کنید. بازم 100% نیست که شما باید استاپ کنید. 90% وقف و 10% بنابر ضرورت می توانیم وصل بخوانیم.
در آیت 30 سوره مریم میخوانیم: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. اما می توانیم بنابر ضرورت اگر وصل هم بخوانیم درست است. مثلا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. علامت بعدی علامت طوا است به معنی وقف مطلق. به این معنی جمله ختم شده، مطلب تا آخر نرسیده. مطلب هنوز ادامه دارد، فقط جمله ختم شده. ما اجازه داریم وقف کنیم اما مطلب هنوز باقی مانده که باید ادامهش را تلاوت کنیم یا بخوانیم. به طور مثال سوره لقمان آیت 9: خالدین فیها وعد الله حقا وهو العزیز الحکیم. متوجه شدیم بعد حرف فیها علامت طوا آمده یا وقف مطلق و هم در ادامه وعد الله حقا حرف طوا آمده. من در هر دو جایش وقف کردم به خاطر جمله ختم شده بود اما مطلب هنوز باقی مانده بود. علامت بعدی که میخواهم برایتان تشریح بدهم علامت ضا است به معنی وقف مجوز، یعنی ما اجازه داریم وقف کنیم مگرم بهتر است وصل بخوانیم. به طور مثال وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. و هم می توانیم وقف انجام بدهیم در علامت ضا که به این شکل خوانده هم می توانیم: وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم.